برو فرمانی بلوه نه خیلی فرمانی بلوه هیچ وقت جمع قسمه ترگوات سنکو قسمه ترگوات سنکو بالات کیه؟ با میگو قسمه ترگوات سنکو بالا کیه؟ پرینس نره قسمه چوبا آخی قسمه پرینس نبرا چوبا ما میلیسوی نیست قسمه حکومتی نه خیلی دنگلات میکنم جواب تا میگم موزی دست بگم تم بذار برای بذار پیشم تسم برا پیش من مشکل تو خیلی نکن ماما برا قسمه بابا نکیم سب جاب نزار برا تز چی دارم برا تز برا تز تسم خونه ما برک نداره اونجا. هی نرس شکر نرسش مایل پارکو بگی دستات توسه نامه مرا علی حده نشر کنید. شماره 54 آن را امروز تقدیمتان می نماییم. سلام علیکم برادر محمد اقبالی صدرالدین. من همان کارمند مقاماتم که درباره محمد جانزاده سید احمد آدینه محمد میرزا خوجه بلگی شاه اسکندرов رجب علیف حسین سفر علیویچ نامه نوشته بودم. خدا شاهد است که هیچ یگان تهمت و بهتان در حق این نفران نکردم و نخواهم کرد. همه چیز حقیقت است و از هزاران عیب و گناه و جرم و جنایت هایشان همان را گفتم و این بار هم میگویم که اینها قاتلان و نفرانی هستند که خیانت به دولت و ملت کردند و کرده ایستادند. اگر دولت عین زمان آنقدر بجرأت است که نسبت این جنایتکاران اشدی و برای جامعه خطرناک چیزی گفتن نمیتواند، بگذار مردم همه آگاه بشوند که اینها کی هستند و چی کارنامه های دارند. وقتش که رسد امیدوارم که حتما نزد قانون جواب خواهند داد. اما من حیران از آن هستم که چرا مقامات حفظ حقوق دیده و دانسته همین جنایتکاران قاتل را محبس که یک طرف باز وظیفه های کلیدی را در دستشان دادند؟ مگر اینها از آسمان چکیدگی هستند؟ چون که رحمان خودش میگوید چی؟ تو دیگان باز از آسمان چکیدی؟ تو از آسمان چکیدگی، یعنی اینها ممکن است که از آسمان چکیده باشند که با اینها چنین مقام و وظیفه های باور کرده میدهند. من باوری کامل دارم که از همه این فتنه و حیله و نیرنگ های پس پردگی مقامات حفظ حقوق پرزیدنت کشور خبر ندارد. ممکن است شما این رو میگوید، ولی ما میگویم رحمان رو از همه آنچه میگذرد خبر دارد. خب خبر هم نمیدهندشان. امید است که با واسطه همین برنامه نامه ها از ناحیه ها یا نامه مرا علی حده نشر کنید به سمع راهبر کشور حتما رسانده می شود و حتما چاره این جنایتکاران و این وزیر و وزرای پس پرده کار میکرده اش را می بیند و نتیجه آن را ملت نیز شاهد می گردد. در این مطلب دیگر درباره شرح حال این جنایتکاران و قاتلان صحبت نمی کنیم، چون که همه اینها را می دانند که این نفران که ها هستند. در مطلب پیشین درباره کشتارهای سید احمد محمد جانزاده گفتیم که از دهه خودشان رحم نکرده 2 زن و 1 دختر، 1 جوان کمبغل را برحمانه کشت. این بار هم درباره کشتارهای دست جمعانه این گروه متشکل جنایی خونخوار سخن خواهیم کرد و خدا شاهد که تهمت نیستند. هر چی حقیقت است باید مردم دانند. کشتار نوبتی سید احمد محمد جانزاده از دهه کاچان جماعت دهات نودی، یعنی همسایه دههشان بود. شخصی را که با کلیچکه گراولی که به حیث کارمند حفظ حقوق در همان دوره ها کار میکرد با یک بیرحمی در آمده در نزد همسر و فرزندانش او را میکشد. اگر تصدیق این گفته ها را خواهید، مرحمت مقامات ها می توانید از شاه اسکندر و میرزا خوجه بلگی بپرسید، چون که اینها هم در این کشتار خوش هستند. سبب کشتن این بیچاره همین است که تو در دولت کار میکنی و میروند و در آمده میپرانند و برآمده میروند. این قاتلان فکر نمیکردند که روزش میآید نزد قانون جواب خواهند داد. عین زمان برای کشتار همین شخص و دیگر نفران کشته شده 2 نفر، شریف نمیس و شریف کلابور که در مطلب پیشین گفته گذاشتیم، بازداشت شدند و تفتیشات ادامه دارد. از پرزیدنت کشور من همچون یک شهروند و همچون یک کارمند در مقامات های گوناگون حفظ حقوق کار کرده و عین زمان در نفقه
احترامانه خواهش می نمایم که به اصل همین پرونده های ساخته و بافته مقامات های حفظ حقوق از جمله پروکراتور گنرالی، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی و زیر ساختارهای این نهادهای نامبر شده که به میدان سپر جنایتکاران تبدیلشان داده اند طلب می نمایم که زیر نظر قطعی خود گیرند و این جنایتکاران اساسی را با پس پنجره محبس برند، چون که پرونده ها را ساخته و بافته می کنند و بعدا یک نفر کمبغل بیکس و تنها را همچون جنایتکار معرفی کرده می برند و سالهای دراز زندانیش می کنند و باز این قاتلان و جنایتکاران اساسی در آزادی کارشان را دوام داده گشتن می گیرند. می گذاریم به کشتار دست جمعانه این گروه متشکل جنایی در ناحیه رشت. کشتار بیرحمانه رئیس ناحیه رشت دولت سراج الدین در سال 1999-2000 بعد امضای سازشنامه صلح. سبب کشتار این رئیس آن وقته ناحیه رشت در آن بود که پرزیدنت کشور به رحمتی احترام خاصه داشت، ولی این رئیس مرحوم هیچگاه برای آن که یک نفر طرف اپوزیسیون یا طرف دولت بود کار نمیگرفت، تماما شخصی خالص بود و این گروه به خود مسلمان های اصیل داخل ناخنک اما ولی در اصل بدین و آیین رشکشان آماده سر مصلحت می آیند که این نفر را باید بکشیم و از این گروه خودمان یگان نفر را به رئیسی ناحیه پیشنهاد کنیم، اما تیرشان به خاک خورد و هیچ نفری از این گروه به مقام این کرسی نرسیدند. در مصلحت کشتار این رئیس ناحیه اینها اشتراک داشتند: میرزا خوجه بلگی، شاه اسکندروف، محمد جانزاده سید احمد و دیگر هم مسلکانشان نامزدی به کرسی رئیس ناحیه بودند، از جمله میرزا خوجه احمدوف و باز یک دو نفر از همین اهل گروه که خودشان برابر خواندن این نامه رنگ رویشان میپرد و من میبینمشان هر روز. باز حتما کدامش را دولین میزند و کدامش این فرق میشود. خلاصه کلام مصلحت برای کشتن این رئیس خیلی دراز میکشد. رئیس همان سال برای کدام کار دوشنبه میرود برای اشتراک در مجلس حکومت. در وقت بازگشت این گروه جنایتکاران رفته در لبیجری، کمسمال آبادی، حاضره ناحیه نورآباد کمین میگیرند در سر راهش و وقتی آمدنش برآمده تیرپرانی میکنند. ماشین می ایستد، راننده‌اش را همراه خودش میپرانند. در ماشین دو پسرش همراهش بود که این زمان در حیاتند. کشنده های پدرش را میشناسند. مرحمت اگر حقیقت را میخواهید پرسید، اما میدانید وقتی مقامات تفتیشات و پرونده دلا کردند و گویا قاتلان رئیس ناحیه را میکابند به نام یک مرحوم دیگر کریموف ابراهیم و آدمان آن که قماندانی مرد و از دهه جعفر بود زدند و پرونده را محکم کردند. باز هم قاتلان اساسی در آزادی کار و فعالیت کرده گشتند. حادثه کشتار رئیس سوخاز دوستی وجیدین از دهه یلدمیچ با اشتراکی به واسطه میرزا خوجه احمد کشته شده است، اما پرونده در نام یک نفر از آدمان نزدیک میرزا خوجه بلگی با نام احمد از دهه جعفر محکم کرده شد و سال گذشته این احمد را زندانی کردند. باز هم قاتلان اساسی از جمله میرزا خوجه در آزادی است. حادثه کشتار کریموف ابراهیم قماندان از دهه جعفر که بهترین انسان بود، این همان نفری است که پرونده رئیسی کشته شده ناحیه رشت را به گردنی همین زدند. هیچگاه به این گروه متشکل جنایی سرخم نمیکرد. گرفتند، با فریب و نیرنگ آوردند، با همراهی 4 برادرش کشتند و برده در جنگل‌های نوآباد تگ خاکشان کردند. بله، بعد مدت‌های دراز جسدهای آنها را پیدا کردند. کشتار را روی راست میرزا خوجه، شاه سید احمد و دیگر هم مسلکانشان کردند. شاهدان زنده هستند. مرحمت پرونده را ورق زنید. اگر رفت و محکمشان کرده باشید و یا به نام یگان آدم کمبغل سپیست کرده باشید، مرحمت مقامات بار دیگر از نو تفتیشات را شروع کرده قاتلان اساسی را دستگیر نمایید. از مقامات ها خواهش میکنم نترسید، حق را به حقدار رسانید. مادامی که در کرسی نشسته اید ولی اگر آنقدر بجرأت هستید کرسی ها را خالی کنید. هستند نفرانی که به ملت و دولت خویش صادقند که کارها را در دایره قانون و عدالت میبینند و پیش میبرند. سبب کشتن ابراهیم قماندان از دهه جعفر در آن است که وی به این گروه جنایتکار سر فرود نمی آورد. آدم راست قول و پاک وجدان بود. هر کار افلاس را نمیماند اینها اجرا بکنند. برای همین از بین بردنش. سبب دوم کشتنش این بود که همان وقتها باید از جانب مخالفان و حکومت همین شخص مذاکره میگذرانید، اما این تعصب و رشک اینها را نماند و اینها میگفتند که ما باید پیشرفت باشیم. اما همان وقتها حکومت میخواست به این شخص مذاکره ها گذراند
آیید به صلح. اول یک بار میرزا خوجه بلگی و شاه و هممستکانش به این قماندان ابراهیم یک هجوم کردند. خواستند در درآمدگاه دهه‌شان جعفر او را کشند، نتوانستند، ولی آن وقت چندین نفر را کشتند، از جمله یک مادر سال رفته را با نبره‌اش که از هم دهه‌ها به دهه جعفر می رفتند. وقتی آمدن ابراهیم از مرکز ناحیه به دهه‌شان، اینها در درآمدگاه دهه‌شان کمین گرفتند. خیلی جنگ دوام میکند، اما آدمان میرزا خوجه شکست میخورند. همشان را برای مصلحت دعوت میکنند و میگوید که این کار را دیگر نکنید که وضعیتتان بی‌زیب میشود. یکی از نفران میرزا خوجه بلگی که بر ضد ابراهیم جنگید، همدیهه خود ابراهیم، همین احمدی که عین زمان در محبس است، سال گذشته محبسش کردند. مرحمت مقاماتی که پرونده احمد را بررسی کردید رفته در محبس بپرسیدش همین گپ را. اگر ذره انصاف و وجدان داشته باشد میگوید که درست است، چون که حالت مردن کمپیر و نبیره خردسالش را احمد خوب میداند که این کشتارها را به فرمان کی بود؟ میرزا خوجه بلگی، شاه اسکندر، سید احمد و هم مسلکانش. اما این قاتلان باز هم در آزادی هستند. محمدوف اکبر محمدویچ از دهه یلدمیچ به واسطه به سفارش خود میرزا خوجه کشته شده است. حیرت آور کار این است که قاتلان دادران خودش سید خوجه و معروف بودند، ولی 3 نفر آدمان غیر که شاید تا قدر امکان خوش باشند به سالهای طولانی روانه زندان شدند. همدهگان میرزا خوجه اند، اما قاتلان اساسی در آزادی میرزا خوجه، سید خوجه و معروف دادرانش. پرونده این شخص را نظر کنید که شما کیها را همچون جنایتکار معرفی کردید و با تهمت با سالهای طولانی زندان کردید. اما این دفعه هم قاتلان در آزادی ماندند. سبب کشته شدن محمدوف اکبر را میدانید در چی است؟ وی مدیر فرمای سوخاز دوستی بوده است. همان وقتا همه گاو و مال سوخاز را میرزا خوجه با هم مسلکانش میخورند. این بیچاره میگوید که پگه دولت برقرار میشود همه این حساب و کتاب دارد نزد خانونده جواب میتید. برای انا همین سخنش شبانه رفته در داخل خانهش در نزد زن و فرزندانش او را میپرانند و برآمده میروند. فرزندانش حیاتن رفته پرسید و پرونده را بازبینی کنید و آدمان قاتل را برید محبس کنید. یک چیز دیگر را در کار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت حیرانم. دادر همین قاتل رقم 1 را به حجت تصدیق کننده دارای تخصص بودنش، یعنی به دیپلم کارش گرفتن. نامش فقیر و فشان که حالا مسئول شعبه تنظیم جماعت شهرک غرم است. اگر شخص به دیپلم کار در آمده تواند خواندن دانشگاه و دانشکده ها چه لازم است آخر دیگر؟ هیچ حاجت به خواندن نیست. میشد است کو حادثه کشتار بیرحمانه نوردین رئیس کان انگشت نظر ایلاق به واسطه خود شاه کماندیر و میرزا خوجه او را کشتند. این رئیس را شاهد عینی سید احمد محمد جان زاده بود و میتوانید نزدیک شما حتی در خود دوشنبه در کرسی تحقیقات وزارت کارهای داخله نشسته است، چون که در مقامات ملیسه آن وقت هم کار میکرد و همان شب این نفر را کشتند. سید احمد به جای واقعه حاضر شد برای دستگیری هم مسلکانش، اما پرونده کشتار نوردین را تفتیش نکرده، قتل یقین و آشکارا را پنهان کاری کرده باری سر کدام یک گروه نامعلوم راهزن کردند، در حالی که قاتلان معلوم و مشخصند. حادثه کشتار فاجعه بار علی بیدکی، آدم نزدیک میرزا خوجه بلگی، این نفر را خودشان تشکیل کردند. این گروه جنایتی متشکل میخواستند سال 2010 با فرمان میرزا خوجه تبدلات کنند، اما دیدند که زورشان نرسید. همین نفر را با کوه روان کردند و با فریب و وعده های بردروغ چند وقت در کوه پشته ها نگاهش داشتند، اما همیشه از خفایش بودند. بعدا دعوتش کرده برای ریاست ملیسه ناحیه رشت آوردند. شاه میرزا خوجه پرسشش گذراندند. این بیچاره ساده در بلای این ظالمان غلطیده میگوید چون که آخر این مصلحت شما بود که باید تبدلات کنیم، باز چی سخنتان از سخنتان گشتید. خلاصه سخنی کوتاه ثبت پرسششان در بعضی بچه‌های مقامات بود. باور دارم که تا حاضر محفوظند، بعداً لط و قینش میکنند، دست و پایش را میشکنند. اگر دریا داشته باشد داخل ماشین علی بیدکی را چند نفر داخل ماشین میپرسند و دشنام میکنند ما از بلجوانیم و تو را فلان میکنیم. این پس از آن حادثه زدن و شکستن ها بود. اینجا این خیل نیست که فقط شاه و احمد بلگی گناهکار باشد در قتل علی، ولی این همه سناریه ها بود. سپس برده در دهه روناب جماعت شهرک غرب در عاقلخانه یک نفر با نام رحمت الله میمانند و برآمده از مقابل بگرانتمیات و سلاح‌های هر خیله میزنند و میکشندش و میگویند که این ما تروریست را کشتیم. در اصل تروریست های اساسی خود همین ها و همان بنام بلجوانی های آمده به غرب هستند که تا حاضر کار کرده گشتند و در آزادی به سر میبرند.
از این حادثه همه سرکرده های ساختارهای حفظ حقوق آگاهند، از اصل واقعه پرره با خبرند، از جمله رمضان رحیمزاده، سیمومین ستارویچ یتیموف، چنانه که ما میگوییم اس یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، امیرخل عظیموف سابق کاتب شورای امنیت تاجیکستان و دیگرانش. کشتارهای این گروه متشکل جنایی به حد بسیار است، از موی سرشان زیاد. این گروه دولت داخل دولت ساختند با همراهی رمضان رحیمزاده و سیمومین ستارویچ و دیگرانش. اما پرزیدنت کشور باور دارم که از حقیقت کار بخبر است و معلومات های بر دروغ را پیشنهادش میکنند. روی رحمان افسیا. با باور کامل گفتم میتوانم بگویم که مردم عادی هیچگاه طرفدار جنگ و خونریزی نبودند و نیستند و نخواهند بود. هر ناآرامی که در مملکت بود و گذشت و شده ایستاده است از دست همین گروه ها هست. اگر همین نفران بجای آدمان بیگناه زندان شده با محبس روند، باور دارم تاجیکستان آرام و آزاد و آسوده می شود. برای چی من شخصا نام همین نفران را آوردم؟ چون که به پرونده های همین نفران شناس بودم و هستم، چون در آن وقت در مقامات کار میکردم. لیکن افسوس که مقامات های بجرأت ما حمایتگر قاتلان و جبر کننده جبر دیدگان شدند. این مقامات با دست همین ها نفران شایسته را سربنیز کرده مردم را ترساندند. باور کنید که این نفران اپوزیسیا هم نبودند و فقط تا به امروز در فکر زندگی شخصی خود بودند. اما باوری کامل دارم که حقیقت دیر یا زود است که جای خودش را میگیرد و این جنایتکاران در نزد قانون به جزای سخت‌ترین مجازات خواهند شد. جنایت های جنایتکار پس پردگی رجب علیف حسین سفرعلیویچ، این نفر بعد راننده شخصی خاندان جنرال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان شد، ظلم را بالای مردم سر کرد. یک مرتبه در کانال پرویز تیوی رفتار احمقانه این شخص را نشان دادند و مراجعت به رمضان رحیمزاده نمودند که بینید این راننده را که چگونه رفتار ناجوان مردانه میکند. حادثه آن نوار در یکی از نقطه های فروش سوزشواره در ناحیه رشت ثبت شده بود که فروشنده را چگونه تحقیر میکند و میزند. جنایت دیگرش را که گفته بودیم مامارازگی میکرد و دختران خانه غرمی را پیش پران میداخت. بگذار خب دیگر حالا در این برنامه نمیگوییم چون که رمضان رحیمزاده در این شریکی مهم هست. جنایت دیگرش این است که ببینید یک راننده شخصی خاندان وزیر چقدر معاش میگیرد که 3 زن و چند فرزند را میخوراند و هر کدام زن و فرزندانش باز راننده های شخصی دارند. بله، و آنها معاش نیز میگیرند. سوال به میان می آید که کی آنها را و از کدام حساب معاش میدهد؟ مگر از معاشی که خودش میگیرد از رانندگیش سوم جدا کرده می شود؟ در اینجا تنها برای زندگی که این نفر دارد یا باید نرک و کنترابند باشد یا شانتاژیست و دوست که خانه های واهمه کاتیج چندآشیانه و آن هم یک تا نه یک چند تا باز در بلند آشیانه ها سکسیه های به حساب خانه دارد. از روی معلومات ها بعضی وقتها با راه زور و شانتاژ از مردم پول میگیرد و گاه ها پسردنیکی هم میکند. همچون نفر باوری وزیر خلاص پاره کلان میگیرد چون که بسیاری وقت از نام وزیر گپ میزند. از مقامات های حفظ حقوق من همچون یک شهروند میپرسم که تا به کی این سپکتاکل ها را دوام میدهید؟ چرا بجای عدل و انصاف ظلم و ستم را پیشه کرده اید؟ مگر شما انسان نیستید؟ مگر شیر انسان خوردگی نیستید؟ مگر والدین شما مسلمان نیستند؟ چرا شما خود جنایت را بالای جنایت می افزایید؟ اگر از خدا و روز قیامت نمی ترسید، حداقل همچون انسان در پیش وجدانتان یک بار همین سوال ها را دهید که چرا چنینیم که میگویندمان. با معلومات همه مقامدارانی که در همین پرونده ها کارهای ساخته و بافته‌تان را پیش بردید و قاتلان اصلی را از ترستان یا نفس بدتان خطا حکم نمودید، حتما هم در این دنیا و هم در آخرت جزای اعمالتان را میگیرید. من در این هیچ شک و شبهه ندارم، چون که اینقدر ظلمی که شما کردید حتما دعای یک مظلوم میگیردتان. در آخر از محترم رستم امام علی خواهش می نمایم که یک بار نظر به همین گفته ها کنید. آدمان صادق به دولت و ملت را، شخصان وفادارتان را بپرسید، از اصل واقعه خبردارتان میکنند. خدا شاهد است که یگان سخنم تهمت نیست. هرچی هست از پرونده های ساخته و بافته مقامات ها دیدم و خواندم و به خود خلاصه کردم که باید حقیقت حال به شما رسانده شود که مردم در زیر ظلم این مقامدارانی مقامات های حفظ حقوق شما گذاشته و شما
فرمانشان را برآوردید قرار دارند. باوری کامل دارم که برابر رسیدن این نامه به چاره‌های ضروری و قطعی می اندیشید و حق را به حقدار می رسانید. من شخصا از فعالیت خودم در طول سالهای کاریم خرسندم و خدا را شکر می گویم که ظلم و ستم و جبر و جفا را به یگان کس روا ندیدم و اگر رفته و کسی را رنجانده باشم از همه‌شان عذر بسیار میپرسم و امیدوارم که مرا مورد بخشش خویش قرار میدهند. باور کنید این نفران هزاران مراتب از رحمان و ظلم بالای مردم کردند و کرده ایستادند. من قسم به خدا میخورم که یگان وقت چاپلوس نبودم و نخواهم شد. خوب، امیدوارم که انشاءالله این قضیه را حتما وزارت کارهای داخلی، پروکراتورای گنرالی، کمیته دولتی امنیت ملی هم اینها این قضیه را خوب میبینند. بیننده عزیز و گرامی، نامه بالا دیگر تنها یک مراجعت عادی نیست. این اتهام روی راست است، با نام، با جای، با شخصیت های مشخص و حالا سوال اساسی پیشی مقامات است. پروکرور گنرالی حبیب الله واحدزاده، چرا میبینید، میخوانید، میشنوید که در این نامه ها جنایت های سنگین آشکارا گفته میشوند اما تا حال یگان اقدام جدی دیده نمیشود؟ اگر این همه تهمت است، برایید به مردم گویید، رد کنید، تحقیق کنید و حقیقت را آشکار سازید. اما اگر این گفته ها اساس دارند، پس چرا سکوت را اختیار کرده اید؟ چرا مردم باید فریاد زنند و پروکراتور خاموش بماند؟ تا کی؟ مگر شما هم میترسید؟ اگر واقعا ترس پیش راه تصمیمتان را گرفته است، پس وظیفه پروکرور گنرالی باید به کسی داده شود که جرأت عدالت کردن را داشته باشد. کرسی پروکراتور جای خاموش نشستن نیست، جای حمایه قانون و شهروند است. رمضان رحیمزاده، این سوال به واسطه به شما هم هست. نخواهد وزارت کارهای داخلی برای شما دیگر مسئولیت دولت نه، بلکه یک ایمیج و کار معمولی شده باشد. نخواهد راننده شخصی شما در چنین اتهام ها ذکر شود اما کسی چیزی از اون نپرسد. نخواهد رئیس تحقیق وزارت سید احمد محمدجانزاده با چنین عیبدار کنی ها یه وزنین نامبر شود و شما همانا با او کار کنید گویا هیچ چیز نشده است یا اینکه خسر بچته. این چی حال است؟ این مردم را بچی گرفته اید؟ دولت داری همین است مگر؟ یا وظیفه به حد عادی شده است که دیگر جنایت هم به چشمتان دیده نمی شود؟ در مورد رئیس کمیته دولتی امنیت ملی اس یتیم فی مخوف، مردم الکی همه چیز را می بینند. فعلا او چنان گرفتار کار خود و گره های داخلی ساختار خودش است که به نظر می رسد اس دیگر کسی نیست به داد او برسد. هر طرف مسئله، هر طرف بحران. دستگاهی که باید امنیت را تأمین کند امروز بیشتر از هر وقت درگیر مسئله های خود شده است و این هم برای مردم پوشیدن است. رستم امام علی باشد ظاهرا سرگرم کارهای دیگر است. مردم عادی از خود میپرسند در میان این همه شکایت و نامه ها و ادعاهای وزنین آیا برای درد مردم هم وقت میماند یا همه توجه در گرد فروش زمین ها، تجارت های میلیونی و حلقه همیشگی نزدیکان میچرخد؟ این سالها دیگر در یک محفل یا پشتی دری بستن آشکارا بین مردم صدا میدهند. اصلاح بار دیگر روشن میگوید اگر در این نامه ها حرف بر دروغ باشد برایت مردانه جواب دهید، با دلیل، با سند، با موقع رسمی. اما اگر سکوت را ادامه دهید مردم حق دارند خلاصه خود را برآورند. ما آماده هستیم از این افرادی که اینها را به این اتهام قتل اتهام نموده اند اگر توانند تمام آن مدارکی که دارند برای ما ارسال کنند مردانه و بدون هیچ اضافه و بدون هیچ تحریف آن را نیز تقدیم ملت می نماییم و می گوییم که بله دلیل این است و این قرار خود را قاتل نمی شمارد. اگر نخواهید پس خوب این درست است. خاموشی در برابر چنین ادعاهای سنگین دیگر تنها خاموشی نیست و تاجیکستان امروز بیش از هر وقت دیگر به جواب روی راست نیاز دارد. بله بیننده گرامی، امیدواریم که حق به حقدار خواهد رسید و جنایتکاران و قاتلان این ملت حتما به سزای اعمال خود خواهند رسید و آن افرادی که از هر مناطق کشور هستید، شهروندان عزیز و گرامی، اگر شما هم شاهدی افرادی والا مقامی که چنین جنایت ها را انجام داده اند میدانید یا اینکه پدر شما را کشتند یا برادر یا نزدیک یا همدیهه خود را، اگر با سند و فکت و دلیل دانید و قاتل را شناسید حتما به اصلاح نویسید. حتما چهره قاتلان را ما افشا خواهیم کرد. با امید پیروزی، با امید رسیدن حق به حقدار،
با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.